ای مزدا سپیده دم به در آید و جنس بشر به سوی راستی روی کند. کی نجات دهنده بزرگ با گفتار پر حکمت خیش به مراد رسد؟ کدامند کسانی که وهومن به یاری آنان آید؟ اینها بشارات کتب زرتشتیان در مورد ظهور منجی آخرالزمان است. در عهد عتیق به همین مضمون در مزبور 37 از مزامیر داوود آمده است: عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظهر منتظر او باش، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. صالحان وارث زمین خواهند شد و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. اعتقاد به منجی آسمانی ارتباطی به اسلام و تشیع نداره. اعتقاد به منجی آسمانی در تمام کتب آسمانی رد پاش به وفور یافت میشه. در زبور 72 مجدداً چنین آمده: مساکین قوم را داوری خواهد کرد، فرزندان فقیر را نجات خواهد داد، ظالمان را زبون خواهد ساخت. در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور و سلامتی خواهد بود. او حکمرانی خواهد کرد از دریا تا دریا و از نهر تا اقصای جهان. جمیع امتها او را بندگی خواهند نمود. این هم نمونه دیگه از بشارت‌هایی که در عهد عتیق در مورد ظهور منجی انسان‌ها معرفی کرده است. اما به سراغ انجیل برویم. بشارات انجیل رو برای شما بگم. در انجیل متی چنین می‌خوانیم: همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا به مغرب ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت پسر انسان را ببینید که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می آید. اما از آن روز و ساعت، از ساعت ظهور او، هیچ کس اطلاع ندارد، حتی ملائکه آسمان جز پدر من و بس. لذا شما هم حاضر باشید، زیرا او در ساعتی که گمان نبرید می آید. اشاره به ظهور ناگهانی منجی و لزوم آمادگی و انتظار مدام برای اون منجی حیات بخش رو، رد پاش رو در انجیل دیدید. ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که بندگان صالح من وارثان زمین خواهند شد. به سراغ قرآن کریم رفتم، اما آیه‌ای رو که خواندم عیناً آیه‌ای بود که در زبور داوود هم تکرار شده بود. سوره انبیا آیه 105، پیغمبر خاتم در پیشگویی ظهور منجی آخرالزمان می‌فرمایند: به خدایی که مرا به راستی به پیغمبری مبعوث کرد که اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد، خداوند آن روز را چندان طولانی گرداند تا فرزندم مهدی در آن روز ظهور کند، زمین به نور پروردگارش روشن شود و سلطنتش در شرق و غرب عالم گسترش یابد. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب در وصف مهدی چنین میگوید: اگر مهدی قیام کند، آسمان همه باران خود را فرو می‌ریزد و زمین نباتات خود را بیرون می‌دهد و کینه ها از دل بندگان خدا زایل می‌شود. در رندگان و حیوانات وحشی با هم دوست گردند، تا جایی که امنیت و عدالت روی زمین چنان حاکم شود و فراگیر شود که زنی
تنها از عراق تا شام با پای پیاده با همه زیورالات خود حرکت کند، در امن و امان احدی به او نگاه بد نخواهد کرد. آری جهان منتظر است، همه مردمان منتظرند، منتظر منجی که وعده داده شده خداست. همه برگزیدگان و پیامبران و همه ادیان الهی نوید آمدنش را دادند. مصلح موعودی که زردشتیان او را سوشیان صدا می کنند، مسیحیان به پسر انسان، یهودیان به ماشیه و مسلمانان او را مهدی می شناسند. بیاییم همدل و همزبان برای آمدن این منجی آسمانی دست به دعا برداریم، بخواهیم که آن مصلح موعود بیاید. دعا و درخواست ما همه با هم اثر دارد. بارالها، هزاران سال است که زمین تشنه است، آسمان گرفته است، آدمیان خستند و جهان منتظر است. پروردگارا، وعده خیش را محقق کن، منجی موعودت را برسان و ظهور او را نزدیک گردان. الها، صدای من را بشنو و او را به یاری من بفرست. او را بخوانیم به هر زبانی، به هر صورت و به هر نامی، تا بیاید و زمین را مالامال از